خب نکیر، این کلاس که میخوایم بیافرینیم چند تا گنجایش داره؟ 30 تا، پس 40 تا گل بیار. منکر برای تولید اولی باید ماسک بزنیم. اساره راسوی درجه 1 رو بیارید بزنید به این. تو پروندهش هم می‌نویسم هیچ جوره گردن نگیره کار این بوده. اون گل بعدی رو بیار. اینو از اونا کنیم که همش با معلم بحث و دعوا میکنه. جاش هم بذارید تو ردیف وسط کلاس. خب برای گل بعدی تو پروندهش نوشتن از اینا بشه که تو کلاس سوالات چرت و پرت میپرسه. یه جور سوال میپرسه کل کلاس هرسش میگیره. اینجوری کنن. یه نظرتون چیه؟ یه دانش آموزم بیافرینیم. آمار دقیق تاریخ تعطیلات، یعنی 2 هفته دیگه تعطیلات، این امروز میدونه. وای خدا این چه گل تمیزیه. یه بچه درس خونش کنیم. بذار مینویسم من واسش. همه فکر کنن این دور میشه ولی در آخر هیچی نشه. وای نکیر، گل از کجا آوردی؟ رنگش با بقیه فرق میکنه، لعاب داره. اینو از اون دانش آموزا کنیم که تو کلاس از همه چی بهترین نشو داشت. یهو از تو کیفش یه مداد رنگی فابل کاسل 36 رنگ در بیاره، همه دانش آموزا کف کنن. این گل چرا اینجوری آوردین؟ چرا وا رفته؟ با همین فرمون بیافرینیم بره تو کلاس فقط بخوابه دیگه. نگاه خودشه، گفت من میرفتم کلاس فقط میخوابیدم. نکیر، من لیست رو نگاه کردم دیگه دانش آموز خاصی نمونده بیافرینیم. میخوای باز بچه‌ها بپرسم شما دیگه چه مدل همکلاسی داشتید؟